اینکه ما شهر رو تقسیم کنیم به فضای سکونت، اون فضای خصوصی آدما، و فضای کار، اون فضای رسمی، اولا شهر پر میشه از فضای پسماند. مردم این خطر رو حس کردن و تئوریسین‌های مختلفی هم راجعش حرف زدن. در نهایت رسیدن به یک عنوانی به اسم فضای سوم. ما داریم راجع به یک وضعیتی حرف میزنیم، وضعیت تعاملی. این فضای سوم در واقع یک فضای برای امکان ارتباط، جاییه که مردم برای ارتباط همدیگر رو در دسترس میبینن. بافت پروژه شمیرانی یک بافت نیمه صنعتی بود که گسست بین درون و بیرون پروژه از مهمترین موضوعات ما بود. به چه شکلی میشه فضای ارتباطی رو به درون پروژه منتقل کرد؟ ایجاد یک پلازای شهری در طبقه همکف که شهر رو به پروژه میدوزه، یک پلازای خصوصی و مسکونی در طبقه اول که ارتباط مستقیم داره با پلازای شهری، و در نهایت یک سوپروید. ارتباط بین واحد، حیاط، کوچه و این سوپروید قراره که اون وضعیت ارتباطی دیدن و دیده شدن رو شکل بده. و برخلاف راهرو، این کوچه ها دیگه صرفاً فقط برای عبور کردن نیست، فضایی برای تعامل، فضایی برای دیدن و دیده شدن، فضایی برای مکث. این پیوستار کوچه، حیاط، وید با یک سری میکرو وید هایی در واقع تکمیل میشه که طبقات هرچه بیشتر به هم دوخته بشن. این تکرار یک بازی فرمال نیست، بلکه یک نیروی مولد فضاسازه برای تبدیل یک سازه بیجان به یک فضای پویا.